حلقه گمشده بحث توسعه فردی و موفقیت چی هست که هیچ جا مطرح نشده و امروز قرار هست توی این ویدیو در موردش صحبت بشه. مبحث بسیار بسیار مهمی هست که اگر اون حلقه اتصال پیدا نکنه به مباحث توسعه فردی، به فرمول‌های موفقیت، اون روال، اون روند بسیار ناقص هست. امروز قرار هست اون حلقه گم شده رو برای اولین بار بهت معرفی بکنم تا بتونی اون رو اهرم کنی و به بهترین نحو ممکن برنامه‌ها و اهدافت رو توی زندگی ساری و جاری بکنی. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. چقدر با مباحث توسعه فردی و موفقیت آشنا هستی؟ چند بار بهشون عمل کردی و احتمالاً به موفقیت نرسیدی؟ چند ویدیوی عرض کنم که متفاوت از افراد مختلف دیدی و انگیزه پیدا کردی، انرژی پیدا کردی و باز نشستی سر برنامه‌هات و اهدافت؟ حتما یاد گرفتی. اگرم یاد نگرفتی توی ویدیوهای قبلی در مورد این مباحث و قوانین صحبت کردیم که چطور اهدافت رو اسمارت بنویسی، یک روتین خیلی خوب برای اجرای برنامه‌ها و اهدافت ایجاد بکنی و آشنا بشی با قوانین مدیریت زمان، تمرکز و ایجاد انرژی تا بتونی برنامه‌های اهدافت رو به نتیجه برسونی. اما این وسط یه حلقه گمشده‌ای هست که اگر با اون حلقه گمشده آشنا بشی خیلی میتونی تو این زمینه پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشی. اون حلقه گمشده چی هست که میتونه اینقدر کمکت بکنه؟ مبانی طب پایه و طب سنتی، بحث مزاج شناسی، شناخت مزاج و طبیعت خوده چه کمکی میتونه در واقع تو بحث توسعه فردی داشته باشه؟ طبیعتاً وقتی که یه نفر برنامه‌ریزی میکنه و میخواد انجام بده اون کار رو باید حرکت بکنه. افرادی که بلغمی مزاج باشن و غلبه بلغم داشته باشن ذاتاً حس و حال حرکت ندارن و اون دلیل جسمی داره که اون دلیل جسمی باید برطرف بشه، دست خودشون نیست. اون دلیل جسمی تا برطرف نشه حس و حال حرکت نداره، یه استارت میزنه با هزار زور و مکافات اما متوقف میشه. صفراوی مزاج‌ها یا کسایی که به خصوص غلبه صفرا دارن یه استارت شدیدی میزنن اما چون عقبه نداره باز متوقف میشن، انگیزشون سریع فرو میشینه و ادامه کار نمیدن. دست خودشون نیست، جسمشون باهاشون همراهی نمیکنه و اگر جسم رو همراه بکنیم، جسم، روح و ذهن رو با برنامه و هدف گذاری همراه بکنیم و عجین بکنیم طبیعتاً به بهترین نتیجه میرسیم. نتایج میگیریم که خیلی خیلی بهتر از حرکت‌های ناقص قبلی مونه، یا میتونم بگم حرکت‌های ناقص قبلی بسیار بسیار کمتر میشه و روندمون و صعودمون به سمت قله‌های موفقیت خیلی کاملتر، بهتر و با کیفیت‌تر میشه. لازم هست که با این مباحث آشنا بشیم. توی بحث مزاج شناسی طب سنتی و طبیعت شناسی ها 4 مزاج پایه وجود داره: مزاج دم، صفرا، سودا و بلغم، که اگر اینها غلبه داشته باشن افراد دچار یه سری مشکلاتی میشن که اگر اون مشکلات برطرف نشه تو مسیر زندگیشون، روال زندگیشون با مشکل روبرو میشن. کارهای عادی زندگیشون رو هم نمیتونن انجام بدن اونجوری که باید شاید، چه برسد به این که بخوان برنامه‌ریزی بکنن و به اهداف در واقع میان مدت، عرض کنم بلند مدت خودشون برسن. در ادامه حتما همراه من باش، مطالب بسیار مفید، جدید و نوعی رو قرار هست که بشنویم. نتیجه این شد که افراد برای موفق شدن 2 تا بال لازم دارند: بال سلامت جسمی و روحی و روانی و بال برنامه ریزی و عرض کنم که هدف گذاری، که این 2 تا بال اگه در کنار هم باشن طرف میتونه پرواز بکنه و به اوج موفقیت ها برسه. توی بحث طب سنتی یک موضوعی مطرح میشه به نام سته ضروریه، یعنی ارکانی که باید رعایت بشن تا طرف در بهترین حالت جسمی و روحی روانیش باشه. 6 رکن هست که باید اونا رو ما بشناسیم. توی ویدیوی بعدی در مورد رکن اول یعنی هوا
و در واقع رابطهش با بحث توسعه فردی میخوایم صحبت بکنیم. حتما ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. از اینکه تا آخر ویدیو با من بودی خیلی ممنون و متشکر و تا ویدیوهای بعدی خدا یار و نگهدارتون.